بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، اینک ما درسای خود را به عون الله حق سبحانه و تعالی دوام دهیم از کتاب الاربعون النوویه از آن ابی زکریا یحیی ابن شرف النووی رحمه الله تعالی. صاحب کتاب می‌فرماید الحديث السابع عشر، الحديث السابع عشر حديث هبدهم عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. یعنی حدیث هبدهم از ابو یعلا شداد ابن اوس رضی الله عنه روایت میکنند که پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم چنین گفت: هر آینه الله بر همه چیز نیکویی را احسان کردن را، که به همه چیز نیکویی و احسان کردن را واجب گردانیده است، که نسبت هر یک چیز باید که نیکی کرده شود و احسان کرده شود. وقتی که قتل کردید، مثلا هم خیلی راست اومد که یک کسه یا که یک چیز کشتن در کار، مثلا یک کسه به سبب کشتن در کار، قصاص مثلا حد است. وقتی که قتل کردید، قتل را نیکو انجام دهید. خیلی نیکه و دست پاش جدا کنه از تنشو. وقتی که ذبح کردید، ذبح قتل فرق داره، ذبح حیوان ذبح میکنن، ذبح کردنی شدید هم ذبح را نیکو انجام دهید. و این مثلا شرح میتید خیلی مثلا یکی از نمودهای نیکی کردن، احسان کردن نسبت همون کسی که میکشید و یا که چیزی که میکشیدش یا که همون چیزی که ذبحش میکنید، بگذار هر کدام شما کار خود را تیز کند. همون کار تیز کردن این هم یک احسان است نسبت همون کشته شده و یا که ذبح کرده شده. و بگذار حیوان را از عذاب کشیدن نجات دهد، باید که راحت داده شود همون حیوان هم. و بعضی حالت ها میبینید که همون دست و پای حیوان همشه میبندند، باید که مثال گیریم اقص پاشه چه سر داده شود که بیملال راحت کند پازنی. و همچنین احسان در قول هم میشود. انسان باید که در سخن هم احسان رعایه کند، در کار هم، در عمل گویم و در اعتقاد. چون که در اول حدیث می‌فرماید که ان الله كتب الاحسان على كل شيء، تمام چیز الله سبحانه و تعالی احسان فرض کردگی است. الحديث السابع عشر عن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. حديث امام مسلم روایت کردن، دیگر هم نیز روایت کرده است. نكتفي. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.